یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدین. من یگانه هستم و امروز میخوایم با هم در رابطه با شوک‌های فرهنگی که توی فنلاند برای من پیش اومد صحبت کنیم. پس اگه دوست دارین تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بریم که فوراً ویدیو امروزمون رو شروع کنیم. برو که بریم. کلاً آدم وقتی مهاجرت میکنه خب به هر کشوری که میره با یه سری شوک فرهنگی مواجه میشه که خب طبیعتاً منم شدم. مثلا یکی از شوک‌های فرهنگی که اوایل که من اومده بودم اینجا برام پیش اومد این بود که شما توی فنلاند اصلا موجودی به اسم گربه نمیبینین تو خیابون. یعنی ایران خودمون رو دیدین دیگه، هر جا میری گربه ها هستن و واسه خودشون یه جا دارن راه میرن. ولی اینجا حتی یه گربه هم وجود نداره. نمیدونم گربه های اینجا کجان. من تا حالا تو این 1 سالی که اینجا بودم یه دونه گربه هم ندیدم. یکی از شوک‌های واقعا بزرگی که بهم وارد شد همین ندیدن گربه بود. شوک دوم، وقتی که وارد فنلاند میشید دیگه هیچ صدایی نیست، دیگه هیچ همهمه‌ای نیست، همه جا سکوته. یعنی اگه واقعا به دنبال آرامشید، اگه به دنبال این توی جایی زندگی کنید که آرامش باشه، سر و صدا نباشه، هیاهو نباشه و همه چی خیلی آروم باشه، فنلاند بهترین گزینه است واقعا. یعنی مثلا خیابونا همه سر و صدا نداره، کسی اصلا بوق نمیزنه. یعنی 90% مواقع کسی بوق نمیزنه مگر دیگه خیلی طرف عصبانی باشه که بخواد بوق بزنه. یا مثلا اینجا توی رانندگی و اینا اولا که 90%شون به عابر پیاده احترام میذارن. یعنی شما بخوای از خیابون رد شی برات وای میستن. حتی من بارها دیدم مثلا یه 10 تا ماشین واسطادن که فقط یه نفر از خیابون رد شه و نه کسی بوق میزنه نه کسی هولت میکنه. اون استرسایی که تو ایران میکشیم و کسی بهت وارد نمیکنه و این موضوع برای من واقعا به شخص خیلی موضوع جالبی بود. یکی دیگه از موضوعایی که واسه من جالب بود اینه که شما مثلا تو مکانهای عمومی که بخوای باشی معمولا فنلاندی‌ها سعی میکنن تا حدی که میشه اصلا بهت نزدیک نشن. کلا دلشون میخواد که مثلا از اون دایره امنشون کسی نتونه بیاد داخلش دیگه. مثلا اگه بری تو اتوبوس بشینی، اگه خب جا باشه که طرف نمیاد پیش تو بشینه، چون اتوبوس‌ها اینطوری دو تا صندلیاشون دیگه، کسی نمیاد صندلی بغلی تو بشینه و مثلا میره یه صندلی دیگه میشینه. بعضی وقتا که دیگه اتوبوس خیلی شلوغ میشه، یعنی حتی دیگه تو اتوبوس نمیشه واسطاد، اون وقت بعضیا مجبور میشن که مثلا بیان بغلت بشینن و اینطوری، یعنی که مثلا ای بابا چرا ما الان مجبوریم بیایم بغل یکی بشینیم. بعد مثلا اگه بین یک مهاجر و یه فنلاندی مجبورشن انتخاب کنن پیش کی بشینن، 100% پیش فنلاندی میشینن. و نمیدونم اینو حالا نژاد پرستی میشه گفت بهش یا چی، ولی این کارو انجام میدن. ولی در کل مثلا دوست ندارن کسی خیلی دور و برشون باشه دیگه. تو ایستگاه اتوبوس که میخوان منتظر اتوبوس بمونن، مثلا اگه من اینجا واسطادم نفر بعدی میاد مثلا 100 متر اونورتر از من وای میسه. یعنی حتی تو ایستگاه اتوبوس هم با فاصله های زیاد اصلا وای میسن و اصلا به هم نزدیک کسی وای نمیسته. و خب فنلاندی‌ها آدمای مهربونی ان واقعا. یعنی مثلا اگه ازشون کمک بخوای هر کاری میکنن که بهت کمک کنن. ولی اگه ازشون کمک نخوای همینطور از کنارت رد میشن و میرن و اصلا هیچی که هیچی. و من واقعا خودم به شخص این اتفاق برام افتاده که مثلا یه اتفاقی برام افتاد و همینطوری همه نگاه کردن و خیلی راحت از کنار من رد شدن، اصلا براشون اهمیتی نداشت. البته 2 تا اتفاق افتاد. یکی روز اول مهاجرتم بود که من از قطار پیاده شدم، 3 تا چمدون داشتم و یه نفر آدم بودم. هی میخواستم این 3 تا چمدون رو با خودم بکشم، هی این چمدون میافتاد، اینو برمی داشتم اون چمدون میافتاد و مردم همینطوری از بغل من رد میشدن. و مثلا اگه ایران خودمون باشه خب مثلا نمیگم همه، ولی ممکنه حالا بگن یکی این یه خانم تنهاه بذار کمکش کنیم مثلا فلان، ولی اینجا اصلا براشون مهم نبود، همینطوری بی تفاوت رد میشدن و مثلا حتی کمک نمیکردن و یه جوری بود دیگه. تو ایران خیلی هوایه، یعنی مردم خیلی بیشتر انگار هوای همدیگه رو دارن، نمیدونم من اینجوری حس کردم. یا مثلا یه بار داشتم اسکوتر سواری میکردم و خب من به شدت فوبیای حشرات دارم. تو ویدیوهای قبلی من اگه دیده باشید بهتون گفتم. و اینکه یه دفعه یه دونه زنبور اومد رو صورتم نشست و من از زنبور خیلی میترسم. یعنی تو حشرات کابوس زندگی من زنبوره، شاید باورتون نشه. و زنبور اینطوری اومد رو صورت من نشست، من اسکوتر رو ول کردم، اسکوتری که داشت میرفت و ول کردم
افتادم زمین، همه جای بدنم ساییده شد دیگه، کلا پام ساییده شد، دستم ساییده شد. هنوز آثار ساییدگی رو شما میتونید اینجا ببینید. حالا این که هیچی، مردم همینطوری نگاه میکردن و بی تفاوت رد میشدن. مثلا اگه ایران بود یکی میومد میگفت خانم حالت خوبه، نیاز به کمک داری؟ همینطوری نگاه که اصلا براشون مهم نبود، یعنی همینطوری رد میشدن. و این یکی دیگه از شوک‌های فرهنگی بود که به من وارد شد. و خب میدونی، یعنی میخوام بهت بگم مهاجرت میکنی تو کشورهای اروپایی، به خصوص مثلا کشورهای نوردیک مثل فنلاند، دیگه اصلا نباید از کسی توقع داشته باشی دیگه، هیچ کی نیست دیگه، فقط خودتی و خودت. از شوک فرهنگی دیگه که بخوام بهتون بگم اینه که اکثر مردم فنلاند انگلیسی بلدن. خب مثلا آدم توقع نداره تو کشوری که زبان اصلی زبان فنلاندی و سوئدی هست مردم خیلی روون و خوب انگلیسی صحبت کنن، ولی اکثر مردم اینجا انگلیسی رو کاملا روون صحبت میکنن و انگار که خیلی براشون عادیه دیگه. نمیگم حالا انگلیسی بلد بودن کار خیلی بزرگیه، چون با توجه به اینکه انگلیسی یک زبان اینترنشنال هست، ماها همه مجبوریم که انگلیسی رو بلد باشیم، همه ما آدما، اگه بخوایم پیشرفت کنیم و یه بیزنسی چیزی در آینده بسازیم. ولی اینکه خب خیلی از کشورها مردمشون مثلا 1% کم انگلیسی بلدن، ولی توی فنلاند تقریبا همه انگلیسی رو بلدن و کاملا روون صحبت میکنن. و شما اگه بخوای مثلا با انگلیسی 1 ماه 2 ماه اینجا مثلا توریستی بیای بگردی، هیچ مشکلی برات به وجود نمیاد و هر مشکلی باشه کارت با زبان انگلیسی کاملا راه میفته. ولی یکی دیگه از چیزایی که خیلی به من شوک وارد کرد این بود که غذاهای فنلاندی اصلا مزه نداره، نمک نداره، ادویه نداره، روغن نداره، چربی نداره. البته که برای سلامتی خیلی 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 میتونن سالم تر باشن، ولی خب بالاخره تو غذا میخوری دلت میخواد غذات خوشمزه باشه دیگه، دلت نمیخواد یه غذایی بخوری که اصلا هیچ مزه‌ای نمیده. ولی خب غذاهای فنلاندی واقعا مزه‌ای ندارن و اصلا طعمی ندارن، یعنی انگار فقط یه چیزی داری میجوی ولی هیچ مزه‌ای نداره، که این واسه من خیلی تعجب آور بود. وای وای وای، ببین یه دونه یه چیزی دارن بهش میگن سالمیاکی، یه طعم افتضاحی داره، شور، شیرین، تلخ، ترش، اصلا همش میکسه و یه مزه افتضاحی میده. عاشق این طعمن، یعنی اصلا با ذائقه ما ایرانی‌ها نمیخونه این طعم، ولی اینا عاشق اینن. نمیدونم مثلا چه سمیه که اینا میخورن و به و چه میکنن. یه فرهنگ دیگه ای که دارن و به نظر من خیلی خوبه اینه که مثلا هر کاری میخوان بکنن تو صف وای میستن. میخوان اتوبوس سوارشن تو صف وای میستن، نوبت به نوبت میرن، همه چیشون رو نظمه. میخوان خرید کنن مثلا تو صف وای میستن، کسی یا کسی جلو نمیزنه، کسی حق کسی رو نمیخوره. کلا رو نظم و قوانین خیلی حساسن. و اینکه مثلا اگه شما با یه فنلاندی خیلی صمیمی باشی، خیلی خوب باشی، حتی دوستت باشه، ولی بری یه کار غیر قانونی انجام بدی، یه چیزی که از عرفشون خارجه رو انجام بدی، طرف میره گزارشت میده و کاملا رک و راست باهات برخورد میکنه و اصلا اینطوری نیست که فکر کنید حالا گذشتی است و اینا. نه، اینجا همه چی واسهشون قانونه، یعنی فقط براشون مهمه که قانون چی میگه. ممکنه مثلا تو با یکی 10 سال دوست باشی، یه خطایی کنی و اون دوستت میره خیلی راحت گزارشت میده و میگه که تو مقصری که طبق قانون عمل نکردی. خب البته من موافقم که آدم مثلا قانون رو رعایت کنه و از این بابت اصلا ناراحت نمیشم، ولی اینا دیگه خیلی قانونمندن. و یه خصلت خوب دیگه که فنلاندیا دارن اینه که خیلی آن تایمن، یعنی مثلا باهات ساعت 10 قرار دارن، رأس 10 اونجان و اصلا امکان نداره که تو جایی با کسی قرار داشته باشی و معطل بشی. یا مثلا میخوان بیان تو خونت یه مشکلی داری برات درست کنن، رأس ساعتی که میگن هستن و این قانونمندیشون واقعا قابل ارزشه. در کل این چند تا موردی بود که من به عنوان شوک فرهنگی توی فنلاند تجربه کردم و حس کردم موضوعی جالبیه. گفتم شاید شما هم خوشتون اومده باشه، نمیدونم. من که برام جالب بود و گفتم براتون تعریف کنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستای خوبم. اگه که دوست داشتین خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای من رو لایک کنید و کامنت بذارید. شانس ما تا ما یوتیوب رو شروع کردیم کلا الگوریتم یوتیوب به هم ریخته و همینطوری سابسکرایب ها رو میریزونه، لایک ها رو میریزونه، کامنت ها رو بعضیاش اصلا نشون نمیده. نمیدونم واقعا چرا، فقط به خاطر اینکه خب ایرانی‌ها از VPN استفاده میکنن و اون بات های یوتیوب تشخیص میدن و حذفشون میکنن. نمیدونم واقعا چرا ما ایرانی ها تو هیچی شانس نداریم.
در هر صورت ممنونم از تایمی که گذاشتید. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا